تمام. شیخ یک سوال بود. بفرمایید. یک ضبط گوش کردیم شما میگه که مقصد در بین 7 آسمان و زمین 7 آفتاب و ماهتاب است. همین ما بسیار حرکت کردیم که مقصد فهمیم که همین کجا آمده. ای قرآن و سنت پیدا نکردیم. همین اگر میگفتید خوب میشد تو شبهه بین ما در این مسئله یک چند مراتب گفتگی هستیم که بسیار مسئله های اجتهادی است و مسئله هایی که بسیار در دین ما یک چند مراتب. ببینید از اول تر بگم. ببینید وقتی که سوال دادید میکروفون محکم بکنید. بعد از سوال دادید محکم بکنید. این دو بس که برای اینکه صدوق ویران نشد. مشکلی بسیار برادرای ما چی است؟ فکر میکنن که همه چیز در قرآن و سنت کار حل است. ما قرآن داریم، سنت داریم، اجماع داریم. قرآن و سنت به فهم سلفین اومد میگیریم. بسیار چیز است که تو در قرآن گفته نمیتوانی، برای اینکه فهم خودت نمیرسد که از قرآن بگیری. بسیار چیز است که از سنت فهمیده نمیتوانی، برای اینکه فهم تو به همون نمیرسد. به سخن سلف نظر میکن. و سلف چیکار میکن؟ سلف قول صحابه را ذکر میکنن، حجت به قیاس ذکر میکنن، حجت به اجماع هست، اجماع، قیاس، حتی عقل ذکر کردن. بعضی چیزا است که عقلا فهمیده میشد، بعضی چیزا است که به قول صحابه فهمیده میشد، بعضی چیزا اجماع که فهمیده میشد، بعضی چیزا مصلحه و مفسده که من باب استحسان فهمیده میشد، بعضی چیزا صدا للذریعه فهمیده میشد. یعنی دلیل حجت گیری زیاد است. و بعد از این یک آیت قرآن از چند جانب دیده میشد. منطوق دارد، مطابق دارد، التضمن و التزام دارد. اینه ببینید یک آیت نطقا منطوقا اومده است، مطابق اومده است، تضمن یعنی مضمونش با اومده است، یا که التزاما اومده است، یا که بعد از این مفهوم المخالفه وجود دارد. ما یک آیت وقتی که نظر میکنیم از 7 جانب در یک آیت نظر میکنیم. اما کسانی که علم ندارن نظر میکنند هم تو آیت ظاهرش میبینن تمام، ظاهر آیت نیست تمام مسئله دو. این خیلی نیست. ما ظاهر آیت داریم، همین ظاهری آیت مفهوم المخالفش است، ظاهری آیت اند منطوقش است، ظاهری آیت اند مطابقش است، ظاهری آیت اند تضمن و التزامش است. اكو باز میگردیم در مسئله این مسئله یک مسئله اجتهادی است. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت که سبع سماوات و من الارض مثلهن، 7 آسمان و از زمین هم مثل 7 آسمان آفریده شد. علماء گفتند که 7 آسمان از همدیگرش علاهیده است. 7 آسمان به خودش چی دارد؟ احکام های خاص دارد، طبیعت خاص دارد، نور خاص دارد و غیره. از همین جهت هم 7 زمین را که الله گفت که مثل آسمان است، 7 زمین یعنی 7 زمین از همدیگر جداگانه طبیعت خودش دارد، چیزهای خودش دارد، مخلوقات خودش دارد، آفتاب و ماهتاب و ستاره‌های خودش دارد. و هیچ باکی ندارد. یک کسی بیاد بگه که یک آفتاب است، گفت این چودی. یعنی در این مسئله ها 100% یک کس انکار کرده نمیتونه. از همین آیت و از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت بسیار است که مثلا درباره یعجوج و ماجوج وقتی که سخن میرود، یعجوج و ماجوج در کجا زندگی میکنند؟ حالا که حدیث است که یعجوج و ماجوج از انسان ها دیده یک چند مراتب زیاد هستند. روز قیامت وقتی که شروع میشه یعجوج و ماجوج میبرد، از انسان ها دیده یک چند مراتب زیاد هستند. یعنی میلیون ها یعجوج و ماجوج. حالا همین میلیون ها یعجوج و ماجوج در کجا زندگی میکنند؟ آخر این مسئله فقط ذهنی نیست، مسئله افسانوی، این حقیقت است. اینها حاضر زنده است، زندگی میکنند. اما در کجا است؟ همه روی زمین کشف کردگی هستند، همه روی زمین دیدگی هستند. یعجوج ماجوج 100 نفر، 200 نفر، 50 میلیون، 100 میلیون نه که گوید که خیر روستند در یگان جز. اینا میلیون و میلیارد هستند. اینا میلیون ها میلیارد ها هستند که خیلی بسیار است یعجوج ماجوج. و اینا زندگی میکنند. اینا فرزند تولد میکنند. در کجا هستن اینا؟ قسمی از علما گفتن در زیر زمین است، قسمی گفتن روزها از زیر زمین میبرد، قسمی گفتن از دیگر زمینی که این زمینی ما از 7 زمین یک زمین 6 زمین دیگر در گرد ما است، از اون طرف میاد. و بعد از این همین خیلی صحبت ها وجود داشت که از ابن عباس رضی الله عنه در این مسئله و سلف که در این مسئله 7 زمین مثلا در گرد زمین ما است، این خیلی گپ هم است. 7 زمین در بعضی گفتن که بعض طبقه زمین، این گپ است. و این مسئله هیچ مسئله بارک الله فیکم یک مسئله نیست که از این مسئله بیاید و عیب کوی کنید. این مسئله نیست که از این مسئله را سخت چسبید که باید کوفته عمیق کرده شود که آفتاب در کجا است. این مسئله ای که علما گفتن 7 آسمان که باشد
خودش احکام الهیده دارد، 7 زمین هم احکام الهیده دارد. پس از این مراد که الهیده است. زیرا که این آفتابی که ما میبینیم عقلا نظر بکنید، این آفتاب گفتن فقط به بالای زمین ما است. زیرا که ما عقیده داریم که زمین در گرد آفتاب دور نمیزند. اعتقاد کردن به این که زمین در گرد آفتاب دور میزند، ابن باز این عقیده رو کفر گفته. در این مسئله کتاب نوشته شده است. زمین در گرد آفتاب دور نمیزند، بلکه آفتاب در گرد زمین دور میزند. و این آفتاب فقط به همین زمین است. گفتند وقتی که آموختن دیدن که مساحت این آفتاب فقط به همین زمین است. اگر آفتاب فقط به همین زمین باشد، 6 زمین دیگر مونده، آیا به آفتاب هستند و تاریک هستند و در اینجا هیچ چیز نگفتند؟ اونم آفتاب دیگر احکام خودش دارد که در اونجا هم زندگی وجود دارد. اما آیا انسان است؟ گفتن که نه، انسان ها در همین زمین ما انسان ها در همین زمین است. در دیگر زمین ها دیگر مخلوق ها هستند یا نیستند. بعضی روایت ها از سلف روایت است، بعضی گفتن یعجوج و معجوج در دیگر زمین ها هستند. وقتی که ذوالقرنین پیش اونها رو محکم کردن، به دیگر زمین اونها رفتند. بعضی گفتند دجال در دیگر زمین ها زندگی میکرد، بعضی گفتند غیر این چنین قول است. اما انسان ها فقط در همین زمینه که زمینی یعنی مرکز در بین زندگی میکرد. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک لحظه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعضی فهمیدیم که بعضی از کسانی که بعضی از جوانهایی که علم ندارد، جهلا، در قلبشون غرض است، ما را قلبا بد میبینند. نمیدونم به خاطر چی، به خاطر جماعت است یا به خاطر حسد است یا به خاطر جهالت است یا که شیطان این جوانهای بیچاره جاهلک رو وسوسه کرده است. همین مسئله به اومده ما را گمراه و ضال و مضل و تکفیر کرده. اعوذ بالله. تو فهم که در کدام مسئله تو تکفیر میکنی. یک کمی به خودت بیا برادر. تو مسئله که هست تو کتاب نمونی، از کجا این چیزا میفهمی؟ هر چیزی نفهمیده اگر تو ما را تکفیر کنی، این دنیا به عالم نمیمونه. آخر تو جاهله که به علم، ای برادر، و جاهله که به علم تو بسیار چیزا نمیدونی. حالا اصول به اومدگینده بسیار مشکلی داره. از کجا میفهمی مسائل نازک؟ شیخ مقصد حدیثا را نگاه کردیم. در حدیثا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که صحابه دا چیز میکنه، میگه شما میدونی که همین آفتاب کجا میره وقتی غروب میکنه؟ صحابه میگن که نه، الله و رسولش بهتر میدونه. میگه که زیر عرش الله میره سجده میکنه. پس اول میگه وقتی که الله اجازت میتشه به جای اولش برمیگرده. مقصد ای حدیثا نگاه میکنی، در حدیثا اومده که یک تا آفتاب، یک تا ماهتاب، یا که آیات قرآن هم دلالت بحث میکنه. بله اینجا گپ یک لحظه ببین، من این گپ جواب بگم. من برای میگم که علماهای زیادی هستن که همین قول میگن، همین قوله یک آسمان است، لیکن این یک آسمان، یک آفتاب، یک ماهتاب برای زمین ما است. میگه همین آفتابی که پیامبر گفتن زمین ما را گفت، احکام آفتاب زمین ما را گفتن. میگه همچین قولا هست، لیکن با که ندارد که ما این حدیث این کار نکنیم. یک کس بیاد بگه که نه ما این کار میکنیم، دیگر گپ میگیم. گفتن اینجا زلال زال مدل میگه. یک کس بیاد بگه که به این حدیث قبول داریم، همین آفتابی که ما میبینیم رفته سجده میکنه در زیر عرش الله، و همین آفتاب الله روز اجازه داد به اذن الله از غروب گشته شروع میکنه. ما این قبول داریم. اما 7 زمین دیگر، روشنایی دیگر به همین نمود آفتاب چیزهای دیگر دارند گوید، این هیچ کس هم گمراهی و ظلم مدل نگفته است. او احکام دیگر زمین دیگر است. شیخ مسئله همینه که وای در غیبیات میدره، یعنی در دیگر آسمان ها چی است در غیبیات میدره. وقتی که قرآن و سنت ما وقتی که دلیل نداریم با این واسطه این باب غیبیات نبریم. ببینید این مسئله است که آیت قرآن به الله میگه که اگر ما در قرآن نآمده باشد که 7 زمین نآمده باشد، از پیش خودمون 7 زمین گفتیم، غیبیات نمو گفت. اما الله در قرآن میگه که 7 زمین است. بعد این علما گفتن که 7 آسمان از هم دیگر جدا است. 7 آسمان احکام خاص خودش دارد. الله در قرآن گفت که و مثلهن، یعنی 7 زمین مثل آسمان است. گفت مثل، گفته چی را میگه؟ تشبیه، یعنی بعض جانبش مانند. مثل همین است که همین خیلی آسمان الهیده احکام خاص خود دارد، 7 زمین هم عین آسمان احکام خاص خود دارد. از این میبراید که این احکام خاص خود دارد و از
مسائل ستاره ها و آفتاب ها و ترتیبش دیگرگون بودنش کمتر ممکن است گفتن هیچ جای ضدیت ندارد. این از غیبیات نیست، الله خودش خبر داد، این برای تو غیب است. الله خبر داد و گفت که الله خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، 7 آسمان گفت و از ارض مثل گفت. همین کلمه مثل هم در علمای سخن میگن، کلمه مثل هم گفتم. مثل چی گفتن نگه؟ خیلی که آسمان از هم دیگری جدا، احکام هر یک آسمان احکام خاصش داره. 100% زمین هم گفتن از این میبارد که جدا هست. از این آیت گرفتند و گفتند که این معنادهی امروزه علماهای دنیوی که بسیار میگن 7 زمین، 7 طبقه زمین است. یکم طبقه خاک است، دوم طبقه بطلاق است، سوم طبقه گرمی است، هفتم طبقه گفتن. در اساس همین آیت علما رد زدن. لیکن برادرم تو همین نمیفهمی. کلمه مثلهن یک بار رفت که علما درباره کلمه مثل کتاب نوشتن. مثل انا اینجا صدها احکام بیان میکنه. به همین کلمه مثل اعتقاد این دنیویت هایی که زمین کروله گفتند انکار میکنند. به همین کلمه مثل اعتقاد این دنیوی هایی که زمین رو طبقه به طبقه گفتند خاک است و بطلاق است و سنگ است و گرمی است و انمین 7 طبقه، انمین 7 زمین است گفتند. این انکار میشه. زیرا که الله گفت که 7 آسمان چه خیلی که الهیده هست، 7 زمین هم الهیده است. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی قرآن گفت که 7 ابحر، 7 بحر. علما درباره این گفت این جای غیبیات است. 7 بحر گفت. الله سبحانه و تعالی 3 چیز رو 7 ذکر کرد: 7 آسمان، 7 زمین، 7 بحر. علما درباره 7 بحر اختلاف کردند. قسمی گفتند بحرهایی که در روی دنیا است و قسم علما گفتند که 7 بحر به مانند 7 زمین. 7 زمین به خودش 7 بحر دارد. 7 زمین به خودش 7 بحر دارد. این جای مسئله غیبیات است. در قرآن شیخ مقصد که ما پیروی میکنیم که الله و رسولش قرآن و سنت هم میفهمیم به فهم سلف صالح. مقصد ایمی سلف صالح یگان دلیل هسته که هوایی همه گفت گفته باشن که بین آسمان و زمین به خودت گفتم ای انسان که آداب و اخلاقت خودت احترام کن. من یک دم کمی پیش گفتم که از ابن عباس درباره یاجوج و ماجوج روایت شده. از ابن عباس رضی الله عنه درباره انمین زمین ها روایت شده. البته بعضش ضعیف و بعضش صحیح. در بین سلف در بالای این چنین 7 زمین با انسان ها زندگی میکنند نمیکنند سخن ها زیاد است. حتی از سلف روایت شده که در این 7 زمین دیگر مخلوقات زندگی میکنند. اما بعد از تحقیق انسان نیستند. اینا کیند؟ یا یاجوج و ماجوج، یا جن ها، یا دجال. این چنین علما خیلی بسیار. مقصد در اینجا یا شما میگه که 7 آفتاب و 7 ماهتاب هست. این است مقصد میگه عقیده اکثریت علما این است عقیدهشون. باید میگه این چنین قول است، این چنین قول است و این چنین اعتقاد هست. کسی که همین قبول کندم باکی ندارد، کسی که هم چیز قبول نکندم باکی ندارد. برای اون که این یک مسئله اجتهادی از بالای یک آیت علما اجتهاد کردن از کلمه ای مثل هون. خیلی که الله گفت که 7 آسمان رو آفریدم و مثل 7 آسمان 7 زمین آفریدم. از همین آیت علما اجتهاد کردند و گفتند که مثل معناش این است که 7 آسمان الهیده، 7 زمین هم الهیده. این غیبیات نیست. این از آیات نه ما مقصد من در این چیز شک ندارم. مثل هم مقصد 7 آسمان 7 زمین این مشکل نیست. این مشکل حل ان شاء الله. مشکل همینه که 7 آسمان مقصد در بین 7 آسمان و 7 زمین 7 آفتاب همین من میخوام که من برای خود مقانع کردم. انسان برای خودت اگر میخواستگی و میفهمیدگی باشی، برای خودت تو خواستن باشی، این من کتی اومده از من فهمیده، من همین قدر فهمیدم نفهمیدی اکور رگو خون. آیا من از این زیاد میتوانم به تو؟ نه. من چیزی که بود گفتم، تو قبول نکنی من چیکارت بکنم؟ تو رگو خون فهم. تو میخوای که من به تو گویم با همه چیزا ابن عباس دیگه گپ نبر بیادبی نکن. میکروفونش خاموش نکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز الله حفظتون کنه. حفظك الله. بارك الله فيك. الله يحسن قناة شيخ.
بعضی همین جوهلایی که از خر خانه‌ش هم جاهل است به همین منوط تکفیر میکنن. و شما هم شیخ سوال کنید که آیا به همین تکفیرتون یگون سلف آورده میتونید که به همین منوط تکفیر کرده باشد؟ همین سوال کنید، مسئله حل میشود. اگر این جواب حالا تکفیرش بیان نکرد، اگر تکفیر کرده باشد البته جواب میگیم، لیکن من حالا به این میگم که این بی ادب. ببینید این میگه که من میخوام فهمیدم، من به درجه که خودم فهمیدم، من چیزی که در نزدی بود من گفته میشدم. این نمیگه تا نه باشه رو کارت. من چیزی که در نزد من بود گفته شدم، معلوماتی که در نزد من هست گفته شد. من به همین شبهه جاهلانه تو که تو میگویی در غیبیات میزنی و شاید در اساس غیبیات من رو تکفیر کنی، من به تو میگم که اگر در اساس غیبیات گفته باشی این جهل از خودت است، این غیبیات نیست. ای احمق، این غیبیات نیست. الله در قرآن گفت سبع سماوات و من الارض مثلهن. الله 7 آسمان خلق کرد و از زمین مثل 7 آسمان خلق کرد. مثلهن، کلمه مثل چی است؟ علما گفتن 7 آسمان علاهیده، در هر آسمان احکام خاص خودش است. از این عبارت گفتن مثل 7 آسمان زمین باشد، زمین هم 7 زمین علاهیده و احکام چیز خودش علاهیده. و این چیز در قسم حتما دیگه چیزای باطل میگیم، فقط یک قسم، یک بعضی مسائلش اجتهادی است. مثلا در مسئله این که ما میگیم 7 زمین از هم دیگر جدا هست و زمین در به مانند این که این بعضی ها گفتند، این دهری ها و غیره میگن که زمین همون 7 زمین الله گفته، همین خاک است و سنگ است و بطلاق است و گرمی است و خنک است، 7 طبقه زمین میگن. ما میگیم این باطل است، این انکار کردن عظمت الله است. این خیلی نیست، این در حقیقت 7 زمین است، در حقیقت 7 زمین است. 7 زمینه که والله اعلم در درونش چی زندگی میکنه. بعضی از علما گفتن یاجوج ماجوج مثلا، بعضی گفتن دجال مثلا، بعضی گفتن که جن ها مثلا، والله اعلم. خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که عرش جن در بحر زده شده است، جن عادتا در بحر است. والله اعلم. این زمین شما خیال نکید که یگون افسانه است، یا شما خیال نکید که این 7 زمین در زیر زمین است. نه، 7 زمین. البته شاید بعضی از علما گفتن که زمین در درون زمین است، والله اعلم. لیکن با عقل ما زیادتر نزدیکتره که سلف هم با زیادتر گفتن زمین پهلوی هم دیگریش است. والله اعلم، شاید در درون زمین زمینی باشد. این چنین قول علما گفتن. یاجوج ماجوج گفتن در درون زمین زندگی میکنه و از طرف شمال از درون زمین بیرون میشد. والله اعلم. و اونهایی که گفتن که در درون زمین زندگی میکرد، اونها هم گفتن که به خودشون نور دارند، به خودشون روشنایی دیگر دارند، آیا آفتاب است یا غیره. این مسئله هم اختلاف کردند. یعنی این مسائلی که وقتی که 7 زمین گفتند، همین مسئله به وجود آمد که قسم از علما گفتن که نو مثلا آفتابش هست و ماهتاب است. اما اگر کسی بگوید که این قول ضعیف است، هیچ باکی ندارد. من خودم شخصا همین قول راجح، قول حق نگفتم. من گفتم که همچنین قول هست، همچنین قول روایات هست که بسیاری کسایی که 7 زمین به گاب میزنن همچنین قولا رو گفتن. اما من نگفتم که همین حق است تو باید تو همین نگیری، اگر همین نگیری گمراهی. این گپ هیچ کس هم نگفته و ما هم نمیگیم. این نقل است. در این مسئله ما راجحش گفته نمیتونیم. ما چی میگیم؟ والله اعلم. والله اعلم. 7 زمین به آفتاب و ماهتاب خاصش است. بعضی میگن که نه، 7 زمین به روشنایی هست اما بدون آفتاب و به الله روشنایی داده. این چی قول است؟ بعضی میگن که 7 آسمان به همین روشنایی خودی آفتاب است. سوم قول. ما میگیم که والله اعلم. کدامش حق است؟ والله اعلم. اما اون چیزی که ما میبینیم به چشممون، در بالا ما یک آفتاب میبینیم و این آفتاب برای زمین ما هست و این آفتاب میرد به زیر عرش سجده میکند و زمین در گرد آفتاب دور نمیزند و این عقیده کفری است. عقیده کفری است که کسی بگوید که زمین در گرد آفتاب دور میزند. نه، بلکه آفتاب در گرد زمین دور میزند. خو زمین کروله بگید، کره شکل بگید، خو مسطح، آفتاب در گرد زمین دور میزند. حالا که قول راجح
والله الان قول صحیح که این از نظر بنده هست، این مسئله به اختلاف کردن هیچ باکی نداره. این مسئله به کس بگه که نه من کروله میگم، هیچ باکی نداره. زمینی ما کره شکل به مانند دایره هست لیکن پهن است، یعنی به مانند یک لگند است، به مانند یک دایره هست، به مانند یک لگند است که دایره شکل کروله لیکن پهن است. آفتاب در بالایش دور میزنه. وقتی که زمستان شد کمی بالاتر، وقتی که تابستان شد کمی پایانتر. اینم قدر گپ. بارک الله فیک. و در این مسئله برادر عزیزم هیچ جای تکفیر نیست. و علما میگه که غیب است. اگر الله در قرآن نگفته بود، کلمه مثل هون نگفته بود، در این مسئله علما اجتهاد نمیکردن، تو غیب میگفتی کافر میشدم. در این اساس تکفیر میکردی. بله آخر الله گفت که من زمین را مثلش آفریدم. علما اجتهاد کردن از کلمه مثل. اجتهاد خطا شدنش ممکن است در این مسئله. این مسئله از اصل دین نیست که خطا کنی کافر شوی، خطا کنی تو غیبیات بروی. چقدر علما در بالای آسمان گپ زدن، چقدر علما در بالای زمین گپ زدن، طبقه های زمین گپ زدن، نمودهای زمین گپ زدن، ندیدن دو گپ زدن، در اساس همین آیات ها گپ زدن. این چهار پنج جوهلا نه غم دین نمیخورد، نه میآموزد، نه میآموزاند، حرکت میکند که یک طالب علم کفرش یابد. بله اگر کفر اکبر کرده باشد بهترین کار است که شما یک طالب علم نصیحت میکنید کفر اکبرش به میگید که خطا کردی. اما مسئله که کفر اکبر نیست، مسئله که از اجتهادی است. در این مسئله اجتهاد درست است. اینا میاند میگه که غیب گپ زدی تو کفر است. خیلی که ما در مسئله بیع تقسیط گپ زدیم، ربا جایز گفتی کفر شدیم. در مسئله ژلاتین گپ زدیم که ژلاتین از نظر شیمیایی دیگر شده، دیگر میشه. و امروز بعضی چیزایی که در درون ژلاتین نسبتی کم دارد این حرام گفته نمیشه، گفتن تو خوک حرام حلال گفتی، تکفیر کردن. این جوهلا باب تکفیر اصلا نمیفهم که در این مسائل کمی خود داری بکنید، در بین امت تفریقه ناندازید. اما میبینید در مسئله که باید تکفیر کرده شد نه تکفیر میکنید. بار دیگر میگم من نگفتم که هر یک زمین به تو باید اعتقاد کنی که 7 زمین 7 اکتبر 7 اکتبر. من گفتم همچین قول هست، همچین قول رو میگویند بسیاری، لیکن والله اعلم ما چیزی که مسئول هستیم از نظر دین به کدام چیز مسئول هستیم؟ مسئولیت ما هفت آسمان آفتاب و ماهتاب استوری و گفتن نه، همین زمین خودمون ما مسئول هستیم. آفتابی که به بالا ما میبینیم مسئول هستیم. مسئولیت ما این است که مکلف هستیم دانیم که آفتاب از شرق میبرد غرب میرد و ایمان بیاریم که همین آفتابی که ما میبینیم رفته به زیر عرش سجده میکنه و ایمان بیاریم که روز قیامت الله سبحانه و تعالی آفتاب امر میکند که جایی که غروب کرد گشته برد، یعنی از شرق نمیبرد از غرب میبرد. ما به این باید ایمان بیاریم. اینا به ایمان نآورده بعد گمراه میشه. ما باید ایمان بیاریم که آفتاب گردش به زمین دور نمیزند بلکه آفتاب گرد زمین به دور میزند. انا این به ایمان آوردن البته گمراهی است. انا این به ما مسئول است. اما باقی مانده دیگر مسئله ها قول ها است که ما وایبه مسئول نیستیم که حتی درایم کوبیم سختی بد گیریم. ما میگیم که قول ها هست، یک چند قول ها هست، لیکن این مسئله به ما گپ نمیزنیم زیرا که اجتهادیات است و این مسئله هیچ مسائل احکام دینی ما به ربط ندارد، حتی ربط ندارد. در دیگر زمین آفتاب است یا نیست، آیا دین ما به همین یک مسئله احکام ربط دارد یا ندارد؟ ندارد. اما من من بابی این که بسیار برادرها شاید عظمت و بزرگی همین چیز به فکر گرفتار شوند نقل کرد که کمی فکر به داخل شود. بزرگی الله کمی فکر کند. از همون روزی که سخن گفتیم ما به بلا ماندیم تا امروز در بلا هستیم، برای که عقلی بسیاری مردم این گپ گرفته نتوانست. افسوس که ما یک سخنی که به عقل نه فقط مردم به برادرها حال طور نمیاد نگفتیم. برای همین ما بسیار مسئله را به شما نمیگوییم، برای که بسیاری برادرای ما حالا آماده فهمیدن این مسائل نیستن، عقلشون نمیگیرد. گفتید یا شما را تکفیر میکن یا دیوانه تو میگن یا که مسائل فهمیدن نمیتونن. این برای این مسائل فهمیدن اول منهج باید فهمید که این مسائل من باب نقل میشه. حتی در کتب تاریخ، در کتاب‌های تفسیر اسرائیلیات من باب نقل ذکر شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم منهج گفتن، سخن‌های اسرائیلیات از بنی اسرائیل نقل شده سخن‌ها را چی گفتن؟ منهج اهل سنت چیست در بالای؟ من از خودت اگر پرسم، همین جوانی که اون به نام بوسمد است که منهج اهل سنت در سخن‌های اسرائیلیاتی که در تفسیر اومده از اسرائیل از یهودیان نقل شده است، منهج اهل سنت چیست؟ چگونه ما باید معامله کنیم این نقل ها؟ نه تصدیق میکنیم نه تکذیب میکنیم، فقط نقل میکنیم که بله هم خیلی اسرائیلیات هست، ما همین حق است تو همین راجع هست تو همین باید اعتقاد کنید نمیگوییم.
و ما این دروغ است و کذاب است و از یهودی نقل شده هم نمیگوییم، بلکه از اسرائیلیات نقل شده. میگوییم میگیم که این از اسرائیلیات است، نه تصدیق و نه تکذیب، اما همچون نقل گفته میشد. بسیار در تفسیر وجود دارد اسرائیل، اما از اسرائیلیات دین گرفته نشد به این معنا که او را فقط نقل میکنید، نقل که کردید اما هرگز تصدیق یا تکذیب نمیکنید. این چنین حتی قاعده حالا در باب اسرائیلیات است. برای همین برادر عزیز، این مسائل علمی است. پیش از این مسائل به اومده نه که غیبیات، تو این غیبیات میگی، من میگم که نه دلیل از مثلهون نگرفتن، تو نگوی که نه، همین نگفتن که تو چی میخواهی؟ تو میخواهی که مرا گردانی و من گپ تو بگیرم؟ نامعقول کردی، من نمیگیرم گپ تو. تو اگر گپی مرا نگرفته باشی اهلا و سهلا، من تو را مجبور نمیکنم که سخنی مرا گیر. این مسئله ای که اجتهادی است، ممکن نداره. تو گویی که منم اجازه قبول ندارم، من یک افتاب است میگم، 7 زمین باشدم یک افتاب است، من میگم که اهلا و سهلا. همچنین مثل خودت علما هستن که گپ زدن. یک آدم میگه که کلمه مثلهن دلالت میکرد که آسمان ها چخیلی که الوهیده هستند، زمین هم الوهیده است. من میگم که ممکن نداره. این مسئله زد و خورد نیست، لیکن در هر دو حالت هم فکر کن که چقدر این عظمت الله بزرگ است. در هر دو حالت هم فکر کن که الله سبحانه و تعالی این زمین رو چقدر بزرگ خلق کرده است. ما وقتی که گفتیم که چقدر بزرگ خلق کرده است زمین رو، که دفعه گذشته سخنمون کمتر ظاهرش همچنین برآمد که زمین بزرگتر از جنت برآمد، والعیاذ بالله. این کفر است که البته که ما یک سبقت اللسان بود، هم خطا بود و هم توبه هم کردیم، هم توبه هم خطا بود، سبقت اللسان بود، به خبر برآمده. ما اعتقادمون این که جنت از زمین بزرگتر است، لیکن بزرگی زمین ما در اینجا دیگر چیز در نظر داره. برادر خواهرای ما را بعضشون درک نکرد. بزرگی نه از جهت مساحت، نه از جهت وسیگی، درازی یا وسیگی، بزرگی از جهت خلق. زمین خیلی هم بزرگ است از جهت خلق. بار دیگر میگم، شما بزرگ بودن به کیلومتر رو به وسیگیش نفهمید، درازیش نفهمید. از نظر اینکه الله زمین را در مدت 2 روز خلق کرد و 1 روز اون چیزی که در بین زمین و آسمان خلق کرد، یعنی 3 روز. این چی رو دلالت میکرد؟ زمین بزرگ است. بار دیگر میگم، بزرگ بودنش از نظر شأنش، شأن زمین بزرگ است، نه از جهت مساحتش. گپ درباره مساحت و کیلومتر و وسیگی و درازی نمیرود. در خود زمین، قدر زمین، شأن زمین بزرگ است. شأن زمین اینقدر بزرگ است که الله در مدت 3 روز خلق کرد. شأن جنت هم بزرگ است. جنت وسیعتر، میلیون ها بار وسیعتر از زمین است، بزرگتر است، نعمتتر است. اما زمین، این زمین است که ما به 2 چشمون حالا دیده ایستادیم. تو زمین هر یک درخت نظر کن، هر یک حیوان نظر کن، آسمان نظر کن که بدون ستون است، آفتاب و ماهتاب نظر کن. الله به همین واسطه یگانه بودنش میفهمی. گفتن مقصد داشته. بزرگی از اینجا. خیلی که ما یک کودک رو میگیم که ماشاءالله این برادری کوچکی ما خیلی بزرگ است، معنای ما این نیست که این برادری 7 ساله من 100 کیلو وزن دارد. گفتن من این وزن مقصد این برادر بزرگ است به این معنا که ذهناً، علماً، فهماً بزرگ است. و بزرگ گفتن زمین به این معنا نه که زمین مساحتاً از جنت بزرگ است یا از قدرش هم بزرگ. این زمین رو هم به اعتباری در بالاش نکنید. معنای گپ ما همین است که چقدر انسان ها در بالای زمین زندگی میکنند، پروا ندارند. یک مرتبه فکر نمیکنند که در بالای چی زندگی میکنند. یک مرتبه فکر نمیکنند که الله این زمین چند روز به خلق کرد و چرا جنت در 1 روز، زمین در 2 روز و در بینش بودگی با 1 روز، 3 روز. چرا؟ حکمت است یا نیست؟ بله حکمت است. آفتاب و ماهتاب، آسمان ما با چشمان دیده شده. این آسمان یکم میبینیم، این آسمان یکم است. آفتاب و ماهتاب میبینیم، زمین بزرگیش میبینیم. همه انا همین رو دیده تو باید قائل شوی به بزرگی الله. مقصد این است. مقصد اختلاف کردن نیست، مقصد تکفیر کرده همدیگری نیست، دیوانگی کردن نیست، من عالم هستم گفتن نیست. مقصد این است که بزرگی الله به قائل شو. حتی سعدیه که بسیار این شاعرها ازت میگه، چی میگه در کتاب
گلستان برگ درختان سبز بر نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. یعنی برگ یک برگ درخت سبز یک برگش کافی است که الله شناسی، یگانه بودن الله به تن دهی، قبر و این مزارها را ترک کنی. برای چی؟ یک برگ درخت، برگ توت، همین برگ توت غنبور اصل میخورد، اصل میبرد. همین برگ توت مخصوص یک کیر هست که میخورد، از این ابریشم میبرد. همین ابریشم از کجا میبرد؟ حالا بعضی روید ابریشم با من تکفیر کن. ابریشم از پخته نیو از کیر میبرد گفت. او اول آموزید بعد تکفیر کنید، احمق که نکرد. ولی از بالله بسیار اینفورماسیون شما دینی هم دنیوی هم بسیاری کسو کم است. یک کیر می هست که اون به فقط برگ توت میتید، میخورد آهسته همین یک به یک تخمی سفید مانند میشود و از این ابریشم وجود میاد. ابریشم از همین به وجود میاد. از یک درخت ببینید گاو میخورد شیر به وجود میاد، یک چیز دیگر میخورد گوشت به وجود میاد، یک چیز دیگر میخورد عسل و از همین با رشته به وجود میاد، یعنی ابریشم به وجود میاد. انا همین کتی آدم ها الله یگانگیش آموخت. مقصد من چی بود و تا به حال چی است؟ من میخوام که اون روزم خواستم و این روزم میخوام که کمی در بالای زمین فکر کنید، کمی در بالای بزرگی زمین فکر کنید. زمین به مانند دانه گندم تصور نکنید، زمین با چیز تصور نکنید، زمین بیقدر تصور نکنید. یکی از بزرگترین مخلوقای الله، علامت نشانه بزرگی الله است. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب اصول ثلاثه میگن کیف عرفت ربک؟ چخیل الله شناختی؟ بآیاته و مخلوقاته. الله را با آیات ها و مخلوقاتش شناختم. آیات ها یعنی علامت هایش و مخلوقاتش. علامت ها و آیات های الله چی است؟ گفتن چی میگه؟ والارض والسماء. انا من آسمان ها زمین، انا منها عالم است. همین زمین و آسمان شناخته دیده الله یگانگیش فهمیده میگه. یعنی عقل رو هم برای بزرگی الله سبحانه و تعالی را فهمیدن استفاده برید. و بعد از این مثلا اگر زمین خوب دربارش فکر کنید، الله خوب دربارش دلیل های آمده را فکر کنید، الله چقدر بزرگ است. مثلا در یک آمده است که والارض، زمین و آسمان ها، هفت آسمان و هفت زمین در روز قیامت مطویت بیمینی، در دست راست الله پخش می شود. یعنی الله به یک دستش، به کف دستش آسمان ها زمین میگیرد، خیلی زیر میکند، پخش میکند. یک کاغذ گیرد خیلی پخش کرده نمیخواد. از این میبراید که الله اینقدر ذات الله بزرگ است که هفت آسمان، هفت زمین در نزد الله یک چیزی میده هست. الله خیلی هم بزرگ است از زمین آسمان دیده. و به این دلالت میکنه روایت عبدالله ابن مسعود کرده رضی الله عنه اگر خطا نکنم، این زمین هفتگانه رو گیر به بالای کرسی پرتو، کرسی الله، جای قدم الله، کرسی بالاش اگر این هفت زمین گرفته، این زمین گرفته پرتوی بالای کرسی به مانند اینکه یک تنگه رو، یک حلقه رو به بالای زمین پرتو کنید. حاضر به بالای زمین یک تنگه حلقه انگشتری پرتو، هیچ چیزی نیست. زمین چقدر بزرگ است. زمین گیرو به بالای کرسی پرتو به مانند یعنی یک حلقه به بالای زمین است. کرسی گیر به بالای عرش انداز به مانند یک حلقه است. عرش در نزدش این زمین و آسمان ها به مانند یک حلقه هم نیست. زمین و آسمان ها در نزد عرش الله به مانند یک حلقه نیست. الله وقتی که به بالای عرش می نشیند صدا میبرد، صدای یعنی غچراس عرش میبرد. حالا در این مثلا بسیاری ها البته معلومات ندارند، شاید عقلشان قدر نگیرند. من کی ها میخواستم که در این مسئله صحبت کنم، حالا گفتم نشستن الله در بالای عرش ثابت است. این فقط علامت جهمی است که کسی که می روایتی اومده را انکار کنه. از سلف صالح ثابت است. چرا ما پنهان کنیم؟ ثابت است. اگرچه این مسئله را گفتن قدر در همه جا لازم نیست، لیکن ما بالاخره بدونیم در روز قیامت الله سبحانه و تعالی به عرش میورد. الله در بالای عرش است، به عرش میورد. کی میورد؟ صحابه ها، معذرت خواهی میکنم کمی خسته شدم، سبقت اللسان شد. ملائکه ها حالا هفت بگیم 4 ملائکه در روایت 4 صف، در روایت 4 کروک، 4 دایره. و در روز قیامت 8 ملائکه، یا که 8 صف، یا که 8
دایره از ملائکه هر سهش آمده است عرش میبردن و در روایت آمده است که الله می آید الله می آید بالاخره مقصد چی است الله اینقدر بزرگ باشد اینقدر بزرگ باشد آیا ممکن است همین الله به ذاتش در درون زمین باشد نه انمین واسطه کتی هم شما این جهمی های امروزه را رد میزنید جهمی های امروزه که میگویند الله سبحانه و تعالی در درون زمین در همه جاست این ناممکن است الله یک ذات ذهنی نیست والعیاذ بالله کسی میگه که الله فقط در ذهن است کافر است الله سبحانه و تعالی با همراهی ما به علم و قدرتش است اما الله خودش حقیقتا وجود دارد به ذاتش وجود دارد الله چشم دارد اما به چشم هیچ کسی مانند نیست دو چشم دارد به چشم هیچ کسی یا چشم هیچ کس به او مانند نیست لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر مثل الله هیچ چیزی نیست و الله مثل هیچ چیزی نیست یک چیز را به الله مانند کردن کفر است الله را به چیزی مانند کردن کفر است و این تشبیه نیست الله چشم دارد گفت تشبیه نیست خیلی که امام الدارمی رحمه الله ذکر کردن در کتاب رد علی الجهمیه گفتن این تشبیه نیست الله دو دست دارد الله دو پا دارد الله روی دارد و الله دیده می شود به این ما باید ایمان بیاریم بارک الله فیکم انا این بود مقصد ما که وقتی که بزرگی زمین میفهمید که الله سبحانه و تعالی این زمین خلق کرد این زمین خیلی بزرگ است یکی از بزرگترین مخلوقات است یکی یعنی بزرگترین مخلوقات از اینم عرش است کرسی است و بسیار چیزا است جنت است آسمان هاست و این چیز زمین است و از همه عجایب این است که مثلا ما عرش رو ندیدیم اما الله سبحانه و تعالی به ما یک قسمی از اون رو خبر داد به وحی آموختیم که عرش مثلا 4 پایه دارد و غیر بزرگی عرش و غیر چیزها هست و بعد از این کرسی را آموختیم از خبر اما ندیدیم غیبیات است شکل اونها رو ما نمیدیم اما ما یکم آسمان ان دیده ایستادیم و زمین دیده ایستادیم ما در بالای زمین هستیم جنت بزرگترین یکی از بزرگترین مخلوقات الله است دوزخ هم یکی از بزرگترین مخلوقات است طلب میکنیم از الله جنت رو پناه میبریم از دوزخ پناه میبریم به الله سبحانه و تعالی از دوزخ و همه از عملهایی که به دوزخ میبریم اما ما ندیدیم جنت رو شنیدیم اما تصور کردن نمیتونیم زیرا که بلا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یعنی ببینید چشم ندید گوش نشنید چیزهایی است که تصور کردن نمیتوانیم برای همین ما از تصورات جنت اون قدری که باید تصور داشته باشیم ضعیف است اما ما در بالای زمین هستیم ما مرحمت در بالای زمین راه میگردیم این زمین چقدر عجایباتش میبینی به الله ایمان بیار همین مقصد ما بود که وقتی که زمین کوچک میگن به مانند دانه گندم میگن در گرد آفتاب دور میزنن میگن زمین ما یک ناچیز چیز است میگن آفتاب به یک چند میلیارد پلنت ها زمین ها گویا که چی میکند نور میدهد و زمینی ما هم درونی همون به اساس مقصد زمین نیست اساس مقصد آفتاب است میگن ما خواستیم علیه این کار کنیم که نه اساس مقصد توحید است و لا اله الا الله است همین توحید برای کی است برای انس و جن است همین انس و جن در کجا زندگی میکرد در زمین زندگی میکرد زمین برای چی الله خلق کرد برای اینکه در همین بالای زمین انسان ها و جن ها زندگی کنند و یکتا پرستی کنند و از امتحان بگذرند هزارها پیامبران به کجا آمدند به زمین آمدند جن ها در کجا زندگی میکنند در زمین زندگی میکنند پس مگر این زمین بی‌قدر است مگر مقصد اساسی آفتاب است این کفر است مقصد اساسی زمین است نه آفتاب آفتاب خدمت کننده به زمین است تا که به واسطه آفتاب در زمین ویتامین ها طبیعت ها به کار درآیند و انسان نمرده زندگی کند آفتاب و ماهتاب و این چیزها برای زمین است تا که در زمین انسان و جن زندگی کنند همین گپ است بارک الله فیکم با همین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شیخ عزیز گپتون رو گوش کردیم الله استون کنن جزاکم الله خیرا و بله هم گپ رو گوش کردیم که
در مسئله همین زمین و مقصد آسمان و همین آفتاب گواه زدید هفته بعضی آدمان تکفیر کردند شما در همین مسئله گفتن در اصل دین غیبیات مقصد غیبیات نمیدونن گفتند همین چیز خیلی شما گفت زدید الحمدلله که فهمیدیم که در همین مسئله غیبیات نمیدونم الله استون کنه جزاکم الله خیرا حیاک الله. من باور کنید من خودم نو فهمیدم یک دو سه روز شد فهمیدم که این خیلی بعضی از جهلا ببینید بعضی از کسها به خاطر اینکه ما در حزب اونها نیستیم. السلام علیکم و رحمت یا الله که وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوارزم یک لحظه عذر یک لحظه میکروفون ها رو خاموش کنید. بعضی انسان ها از سبب اینکه ما در مذهب اونها نیستیم یا در جماعت اونها نیستیم یا گپ اونها را گوش کرده در زیر کنترل اونها نیستیم آزاد هستیم. از همین سبب اینها ما را بد میبینند و انتظار شده میایستند که کی همین آدم آبروش پس زنیم، کی همین آدم تکفیرش کنیم، کی مردم از این دور کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من در زیر کنترل اونها گویا نیستم یا که من نمیدونم مثل فکر اونها فکر نمیکنم. فکر من دیگر است. کوفته جاسوسی کرده میایستند که کی ابو محمد مدنی را یگان واسطه که قپی. الحمدلله رب العالمین تا به حال در یگان مسئله کفر اکبر و شرک اکبر مرا نگرفتند و الله میگم که الله مرا به کفر اکبر شرک اکبر ناندازد. پناه به الله به کفر اکبر شرک اکبر نروم. ای الله محیسک. هر چیزی که گرفتند طعنه است. هر چیزی که گرفتند از جهالت اینها است. هر چیزی که گرفتند از بغض و کینه عداوت است. آمدند گفتند که ابو محمد مدنی زمین رو از جنت بزرگ گفته. اولا این سبقت اللسان بود. ثانیا مقصد من خوب بیان کرده نتوانستم. بزرگ گفته من اینجا گفتنی بودم که زمین هم بزرگ است، زمین رو قدر زمین رو هم زیر پا کرده مثل گندم است و یک مدت چیز بیفایده هست نگوید خیلی که نه تو این چیز به مردم تعلیم داده است. این بود سبقت اللسان شد. جمله ها کمی بیزه برآمد لیکن ما زود سبقت اللسان بودن بیان کردیم باز توبه کردیم اما بعض از خوبسو بعد از توبه قبول نکرد. بعد از این در مسئله مجملی که مجمل هم نیست اصلا از نظر شریعت هیچ باکی ندارد که ما گفتیم ای کسانی که ما اختلاف نظر داشتیم اختلاف نظر داریم ما شما را مشرک میگوییم شما شاید ما را دیگر چیز میگید بیاید لااقل به هم دیگر ظلم نکنیم یعنی رحم کنیم. عدل این عدل چیزی که از همه وقت طلب کرده میشه. به خاطر چین چیزا گفتیم از سبب اینکه خیلی ناعدلی و بیرحمی و ناانصافی در بین همین جماعت ها زیاد است و این ناعدلی همه را نابود میکرد همه را یکسان نابود میکرد. چیزی که نگفته گفت میگه گفته را نگفت میگه دروغگویی درجه اولیش است. و بعد از این انم به تکفیر کردن که گفتیم که تکفیرتون ندارد. حالا آمدن در این مسئله که ابو محمد مدنی در دیگر زمینه هم آفتاب است میگه و این بعد از این کفر شد. حالا که من گفتم که این چنین قول است من نگفتم که من راجع است تو باید ایمان بیاری. این چنین قول هست و سببش هم از همین اجتهادی آیت برآمده و این هیچ این همش یک نقل است نه اینکه تو باید همین اعتقاد کنی. این نقل است یک عجایبات بعضی از عجایبات اقوال علما بعضی از عجایبات اجتهاد علما بعضی از زیبایی خلق الله بعضی از بزرگی خلق الله تو فهمی گفتم من نقل کردم که الله قدر بزرگ است تو بیای در این مسئله غیب قبل تکفیر کنی. آیت نفهمی که مثلهن چخیل حجت گرفته میشه مثلهن تو حجت گیری نفهمی حجت اهل سنت گرفتن تو والعیاذ بالله اگر غیب گویی خودت یک جاهل هستی این غیب نیست اینجا مثلهن حجت گرفتن مثل یعنی مانند همین گفتن الهی احکام خودش دارد والعیاذ بالله که اگر کسی اینجا دیگه تکفیر کرده باشد از تکفیرش گردد که این ضلالت است. و بعد از این بجای اینکه توحید آموزید توحید رسونید علم آموزید رسونید علم آموختن نه بعضی ها فقط به همین کارها مشغولند. دوست داشته خودشون کفر کنند هم گپ نمیزنند برادر خودشون کفر کنند هم گپ نمیزنند. اینا از یک جانب آدم پرست هستند بالاخره همه یک خیل نمیشود. انسان هستند که گمراه هستند انسان هستند که والعیاذ بالله به گمراهی رفتند و انسان هستند که الحمدلله حق فهمیدن و مهم این است که در حق ثابت قدم مانیم. بله خوارزم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.